سخن آیدی چرا؟ کلید شکار. امروز ما کلید شکار را امیدوارم که به دست میاریم. اگر ما این چیزها را درست بکنیم، مثلا همگی 5 پونکت رسول اکرم علیه السلام برای گفتی ما به همین 5 پونکت میتوانیم درست بریم. کلمه طیبه، نماز، روزه، زکات و حج رفتن. یک کسان از این همین رو ما اجرا کنیم، گفت ما کفارت میکنیم که چی میره؟ درست میره. تصور کنید در همه جا یک پرینسیپی هست. اون پرینسیپی رو که روایت کردی موفق میشید. خودتو میگن که خدا توفیق بده. توفیق یعنی کلمه ای موفق شدید. و پس کردن. این سوره فاتحه رو میدونید؟ سوره فاتحه این پس کردن است. پس کردن مقصد، مرام. اون چیزی برای آدم بحث است. کلید شفا دو طرف دارد. دو دند دارد. یکی دندانک‌های بالا و یکی چی؟ دندانک‌های پایان. دندانک‌های ما پایان میگیم عامل‌های باطنی که ما در درون اینها را اجرا کنیم و عامل‌های بیرونی که ما در بیرون اینها را باید اجرا کنیم. با عمل. مثلا میگه ایمان که آوردی باوری که کردی باید عمل کنی. یکم ویژه‌ات با چی است؟ با تقدیر. اون چیزی که با تو شدیست است این واقعیت است و این چیز باید میشه که اگر تو به شعورانه زندگی میکنی تقدیر در تو خیلی هست میاد. اون چیزی که نوشته است همون رو میدیدی. اگر تو هر چیزی با شعورانه زندگی کردن تو میتونی که در تقدیر خودت خوب و بیدار کنی با عملهای خودت با کارهای خودت. با شعورانه زندگی کردن و به شعورانه. با شعورانه آدم میدونه که چیکار کرده. دیم امید دویم بدونید که اون واقعه و حادثه با شما شده است اگر مشکلی باشد بدونید که روز و ساعت میرسد که شما از نگروید یک چیز دور و دراز دوام نمیکنند. اگر یک چیز عمر کتر حتی بیماری های ما شما عمری کوچانه دارد یک زمانی باید چطور کنند از بین هست. دویم با امید باشید که شما را کمک میرسد. سیم شما چطور کنید؟ باوری کنید در اون عملی که شما میکنید در اون کاری که شما میکنید از اون جمله توابت میکنید. بدانید که توابت شما را انشاء الله نتیجه میکنید. چهارم فکراتون را به دست بگیرید. یک چیزی که فکرها ما به شکل کلاسیکی میخوانیم این ذکر است. نامهای خدا را یاد میکنید. با آدم بقوتر شد فکرش کسب میکنه. یک کسب در روانه میکنه. فکرش اداره میکنه. یکی از مشقایی که در همین سکوت کبیر هسته این فکر اومد آرامی عقل است. از یاد میگیرید این سر کنید. پنجم پیش نظرتون رو توضیح کنید. اون چیزهایی را پیش نظر دارید که برای شما چی هستن؟ برای شما منفیت میاد. مقصد شما هستن. صحتی را دو این پیش نظر دارید. چه وقت کشه، چه چهره دیگر است، چه راه است، چه مثلا معرکه است، چه خوب شو دارید. اشتیاق خوب دارید. دو این چیزن پیش نظر. ششم دویم خوبی را حس کن. در آدما هم خوبی را حس کن. بعضی شما میگه مرا سوال میکنه اینا خفانه شدی من نمیخوام خیر من میگم اگر که خیلی نمیشه من در فکر خوبانه میدیدم من خیر ها باتون مشکل نمیکنم لیکن در هر یک آدم ما همه خوبی را میدیدیم حتی اون کسی نباشه خوبی خود پیدا کنید طرفهای خوبی زندگیتون رو ببینید بسیار داره مثلا یه مثال یادی میاد چشم داره، پا داره، دست داره، اشتیاق داره، نفس داره، خواب داره یک سر درد میکنه که تا بدبخت تو میکنه هیچ نمیکنی که چی؟ این قدر چیزهای چی داری؟ چیزهای خوب داری داریم ترازو را نزوک کنید یک چیزی که در زندگیت مشکلی است را باید بدبخت نکنه این قدر چیز را ناشکر نکنید برای این صورت داریم احسان کنید نتیهای خداوند در محبت خداوند در اطرافیات هست نیز محبت غمخوری و دولتانه را حس کنید اگر تو غمخوری دولت را حس کنید از دولت محجب میشید تا اگر پدر و مادر را میهست را حس کنید که اوی پدر و مادر تو را تحصیل میکنید هفتم چی بود؟ رابطه تونه دویم رابطه باطنی تونه نکنید حتی که به یک خیشه به یک دوست داشته که دور است
رابطه کنی اگر دویم در سکوت ها در سکوت خطیبه گفت زنی و دعوت کنی به خوی خوب به خوی نه و به ترتیب نرسید ای رابطه ای که شما با نزدیکاتون دارید تو همین رابطه ای که به خدای بزرگ دارید همین دومی چکار کنید در دل خود پرورش کنید میگن مومن راز و نیاز به خدا دارد دفعه یک شد به خدا دویم راز و نیاز کنید جهتتون رو طلب کنید این کار در چیست در باطن شما میشد و اون که در باطن شما میشد این دعا میکنید شما خود یک طرف دیدیم یک طرف کلید پر شد از اون طرف کلید دیگر رو میسازه اینکه 7 دندانک از پایین 7 از بالا یعنی عامل‌های بیرونه و عامل‌های درونه عامل‌های بیرونه شما طبابت میخواهید شما میخواهید متخصص بشوید شما باید چطور کنید همون کسی را باید که همون علم داره در همون ساحه متخصصه پیش کسی نروید که متخصص نیست مسئولیت‌های کسی را گوش نکنید که متخصص نیست باید میشید به مقصد نمیرسید صحت نمیشید در کدام معرکه باشد رفته یا باشید پشت بود همین بیماری چه باشد همشان مسئولیت کنید تو حتی لچینی هم میفرمان تاوبت هم میفرمان یعنی کلاسیک کرد متخصص نیست باشد در همه جا 4 سالی 5 سالی تو میدونیسید 8 سال میکنه برای این شکل میکنن میدونیسید در جوان میگوید پیر میگوید 8 سال بچه های کنید بگیم اجرای تصفیه های دکتر یادش گفت سکوت کن گفت همین دارو را بخورم گفت 6 ماه گفت 6 ماه بخور من میدونم باید آدم دو دیله میشه بسیار باید توصیه را دوائرون میکنم مجبور دکتر داروهای دیگر بکرد یا که دوزه را بلند کنه چونکه ارگانیزم عادت میکند هم دارو را ویران میکنه اگر باید پس بخوری یا کم بخوری یا بسنده نخوری سیم این پرهیز کردن ای خدا از چیزهای بد از آدمای بد همین چیزی که تو را لازم است خود به خدا کشید کشید همون نکنید با هر کسی که شما را زیان میرسد مناسبت رابطه نکنید چون این مشق‌های جسمانی کوشش کنید که مشق‌های جسمانی فیزیک که ابراز میکنید تو نوها بسیار مهم است کنید ها را مشق کنید چشم را مشق کنید مثلا گردن را مشق کنید و اگر که با کم کم دویدن همین سالا باید گیرید از این بسیار کسا را امکانات نیست میتونه در خانه بگاوی دراش کسی داشته باشد مثلا خدا یا که نزدیک اون توی از نزدیک باشد غرض مشق کنید اگر دیده که بسیار در شما را امکانات نیست این چیزها را در همون خانه میتونید که همین برای زنها همین جیمناستیک زنهای تاجیک همین رفت و همین رو بیارید بسیاری ها در خانه چیز عجیمانی کردن مثلا ترمیک کشیدن شکل خدا در پیش همه میکردن ها دامه ها چیست و مجلس های ورزش این شرایطی که برای شما اینو استفاده نمید پنجم مشق‌های روانی کنید مشق‌های روانی چنان دارن سکوت کردید شما سکوت هست این همگی 99 تا سکوت هست ما 12 تا کناری شدید 12 تا سکوتی هست شما را به همون همزدوتون میرسونن این درون خودت کارا کردن ای کینه ای نفرت ای عداوت ای ترس ای حرس درون خودت ساختار شخصیت تساز کردن این البته شد نیست روایت نیست در تمام دنیا مدیتت شد در زمان سویتی اوتودین سنگاه شد نیست در خارجه اینستیتوت های هستی همین چیزا میرمون و ما هم اینطور خدا در تاریخستان همین چیزا میسازیم که مشق‌های روانی به فرهنگ ملت ما نزدیک است انتشار کنیم تا مردم ما برخورد کنند از مشق‌های روانی که آینده مشق‌های روانی بیگانه ها را نگیرد ششم داریم در اون کاری چی باشه مشغول باشه شغل داشته باشی که بیکار نباشی بیکاری بیماری است و هفتم این چیز معنویات در معنویات داخل میشد نماز در معنویات داخل میشد خیر کنید در معنویات داخل میشد ساختمان هایی که خیریه میکنید در معنویات داخل میشد که زندگی که معنی دارد شاگرد قرار میکنید فرزند خوب تربیه میکنید زندگی که مقصدی از مرام دارید انا همین معنویات هست کلید به دست گرفته ما شما می‌داریم که توقعات کرده کنیم ما را گوش کرده و
در واقع اگر یک اون سوال یا اون چیز داشته باشید میتونید ما وقتی که نجات کنیم کوری دیگر ما خواستیم خب